سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم در هر گوشه و کنار از این کره خاکی که به سر میبرید. امیدوار هستم که دارای صحت کامل، لباس عافیت بر تن داشته باشید. دور از گزند روزگار با قبولی طاعت و عبادات همه شما هموطنان. باز هم یک بار دیگر سال نو، بهار نو به همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. سال پیش رو یک سال پر از خوشبختی، سال سعادت، سال آزادی کشور، سال حق و عدالت و برابری از خداوند متعال تمنا دارم. دوستان عزیز، هموطنان گرانقدر، در این ویدیو میخواهم که در مورد نقش آمریکا به خصوص ترامپ و خلیلزاد، همون شیطان بزرگ، در به قدرت رساندن طالبان و نقش طالبان به خاطر تضمین منافع و اهداف غرب و آمریکا در منطقه و جهان، به خصوص در افغانستان صحبت‌های داشته باشم. خب ما چند روز قبل شاهد دوباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ بودیم. همون کسی که 360,000 نیروی امنیتی افغانستان به باد فنا داد و افغانستان به گروه واگنر و اونمو پیش خدمت خود یعنی طالب تسلیم کرد. متاسفانه بگوییم بعضی از سیاسیون و سیاستمداران افغانستان قبل از اینکه ترامپ به کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تکیه بزنه و در کارزارهای انتخاباتی بود، متاسفانه سیاسیون ما از خوشحالی نزدیک بود به لباسهایشان. همون سیاسیونی که غلام ها بودن، همون سیاسیونی که همیشه منافع و خواسته های مردم افغانستان قربانی خواسته ها و منافع غرب و آمریکا ساخته بودن و به 20 سال گذشته به دول غربی ها و به دول اونمو آمریکایی ها رقصیده بودن. از خوشحالی در لباسشان یاد نمی گنجید. به اینکه ترامپ میآید گویا اینا را دوباره به قدرت میرسانه و اینا را به افغانستان برمیگردانه، دوباره قدرت از طالب میگیره، به اینا دوباره واگذار میکنه، غافل از این که طالب دست پرورده شده و آورده شده اینمی امریکا، اینمی شخص ترامپ، شخص شیطان بزرگ اونمو خلیلزادی که دیروز در افغانستان آمد. سفری هیئت آمریکایی و به خصوص خلیلزادی که در معامله ننگین افغانستان دستی مستقیم داشت، یک سیلی محکم به چهره اونمو خائنین، اونمو سیاسیونی که همیشه به دول غربی ها می رقصید و همیشه منافع افغانستان، منافع مردم افغانستان قربانی منافع آمریکا و منافع غربی ها می ساخت، یک سیلی محکم به صورت همینا بود. افغانستان کشوری هست که همیشه تحولات و سرنوشتی زیادی از قدرت ها را تعیین کرده، ولی متاسفانه آنچه که ما افغان ها به خصوص ما سیاسیون ما درک نکرده، جایگاه افغانستان در منطقه و جهان بوده. متاسفانه سیاسیون ما به این خوشحال است که آمریکایی ها دوباره طالبان را از قدرت کنار میزنه و یا را به قدرت میبره. این خواب و خیال است، جنون، به خاطری که آمریکا گروه واگنر خود به خاطر از این نیاورده که از افغانستان از قدرت کنار بکنه و دوباره به شماها تسلیم کنه قدرت، به خاطری که طالب یک گروه واگنر کم مصرف برای غربی ها و به خصوص آمریکا هست، میتونه منافع خود در افغانستان و کشورهای منطقه و جهان به خصوص خاور میانه، آسیای میانه تأمین کنه و ترویج تروریسم بین المللی را در افغانستان نهادینه بسازه که امروز ما شاهد هستیم تقریبا 20 چند گروه تروریستی در افغانستان فعالیت داره
و اینا به این نیست که در افغانستان بسنده باشه و در افغانستان جایگزین باشه و افغانستان اینا کنترل کنه. اینا را آمریکا آورده و آمریکا میخواهد توسط از این گروه های تروریستی، این گروه های وحشی منطقه و جهان به خصوص همسایگان افغانستان یا ناامن بسازه و هیچگاه طالب از قدرت امریکا هیچگاه کنار نمیزنه، به خاطری که اینا میخواه با اینمی گروه واگنر خود رقبای سیاسی خود بترسانه و کشورهای رقیب خود ناامن بسازه. طوری که ما شاهد بودیم در سوریه تحولاتی که چند ماه قبل رخ داد، همین طالبای واگنر بودن که در کنار تحریر شام و گروه تروریستی که امروز هم دست به جنایت میزنه و مردم بیگناه را به قتل میرسانه. به خصوص چند روز قبل ما شاهدی به شهادت رساندن هزارها علوی توسط امی گروه تحریر شام بودیم. در کنار امینها طالبان افغانستان به خاطر سقوط دولت بشار الاسد اوجا اعزام شده بودند. چون پس اینمی گروه واگنر است که در هر جای خواسته آمریکا باشه، خواسته اونمو پیمانان آمریکا باشه، اینا میرن میجنگه و منافع آمریکا را در اونموجا تضمین میکنه. هیچگاه آمریکا این طالب واگنر خود نابود نمیکنه و توسط از این میخواهد ترویج تروریسم در منطقه و جهان بیشتر بسازه و رقبای سیاسی خود توسط از این گروه واگنر خود بترسانه که گویا بگه که ما همچون یک گروه واگنر در افغانستان ایجاد کردیم و شما را می توانیم هر لحظه توسط از اینا تهدید کنیم. پس لازم به ملت افغانستان ای است که باید خود ما تصمیم گیر باشیم و خود ما سرنوشت خود تغییر بدیم. هیچگاه منتظر بیگانه ها، منتظر خلیلزاد و ترامپ و آمریکا و اونا نباشیم. هیچ وقت کافر یعنی دوست مسلمان نمیشه. اینهایی که امروز در افغانستان حاکم هستند و حاکمیت میکنه، اینا متاسفانه با استفاده از نام اسلام اینا حکومت میکنه. اینا اسلام عزیز افزار رسیدن به قدرت و تعمیل اونمو خواسته های شخصی و خواسته های باداران خود از جمله آمریکا و غرب ساخته. اینا اسلام عزیز نگفته دروازه های مکتب و مدرسه را بالای نیمی از پیکر جامعه شما بسته کنین. خداوند متعال گفته طلب العلم فریضةً، آموختن علم به مرد و زن مسلمان فرض است. اینا امروز 3.5-4 سال است که دروازه های دانشگاه ها مدرسه ها را بالای خواهران ما بسته کرده. اینا تصمیم گیر خودشان نیست. البته طالبان کسی نیست که تصمیم بگیره. این تصمیم های غرب، تصمیم های آمریکا و تصمیم های اونمو بادارانشان است. هیچگاه آمریکا منافع خود قربانی منافع مردم افغانستان، منافع ملت افغانستان نمیسازه. به امریکا هیچ کدام کم و کاستی نمیآید که کسی درس بخوانه در افغانستان، کسی زیر ظلم باشه نباشه. دیگه مثل اونو خلیلزاد شیطان بزرگوری یک شیطان دیگر در صحنه میاره و افغانستان دوباره به اونم قهقرایی که امروز روان است از این به بدتر میکشانه. پس لازم است که ملت افغانستان خودش حرکت کنه و سرنوشت خودش تغییر بده و از این که ما خدای نخواسته دوباره به بدبختی بریم و دوباره زیر یوغ اونم آمریکایی ها یا غربی ها بره، همین سیاسیون ما بهتر است که خودشان حرکت کنه. این دیروز سفر زلمه خلیلزاد یک سیلی محکم بر صورت اونمو غرب زاده ها، اونمو سیاسی، اونمو جنرال های پلاستیکی که توسط آمریکا از رتبه های پایین به جنرالی رسیده بودن و داد از آمدن ترامپ می زدن و تعدادی هم در گوشه و کنار دیگر خوشحال به این بودن که ولد ترامپ بیا فلانه صاحب میخواه و رئیس جمهور تعیین میکنه و ایتو میکنه. این بیخی خواب و خیال است. فقط ملت افغانستان میتونه سرنوشت افغانستان تغییر بده و ملت افغانستان است که میتونه
کشورشان از این بدبختی، از این گودال تاریکی نجات بده. باز هم یک بار دیگه از تمام هموطنان عزیز خواهشمند هستم که به فکر هیچ کسی نباشه، منتظر هیچ کسی نباشیم که هیچ کسی و هیچ کشوری، اگر آمریکا چیز میشد، کشورهایی که در منطقه آمریکایی ها دسترسی داشتن و در اوجا بودن، امروز اوکراین در حال رها کردن است، دیروز افغانستان رها کرد، سوریه و همچنان همه تو کشورهای دیگری را اینا در نیمه را رها کردن و منافع خود در اوجا که تامین کرد، دوباره او کشورها را به حالت خودش اعلا کردن. پس اینها فقط دنبال منافع خود، دنبال ترویج تروریسم بین المللی هست. آمریکا که دم از حقوق بشر و مبارزه بر ضد تروریسم میزنه، خودش مادر تروریسم در سطح منطقه و جهان است، خودش عامل بدبختی جهان است. آمریکا امروز ما میبینیم میلیون ها، صدها هزار شهید در غزه همه روز زیر بمباردمان دشمن صهیونیستی بمبارد میشه و صدها هزار مسلمان فلسطینی به شهادت میرسه. اونمو آمریکای غداره که خودش داد از حقوق بشر میزنه، امروز تماشا میکنه و صهیونیست ها را کمک میکنه و فرمان میده که شما بیشتر بکشین، بیشتر به شهادت برسانید مسلمان ها را. اینها پس به خاطر نابودی نسل مسلمان آستین برزده، باید ملت مسلمان آگاه شود و تماما کشورهای اسلامی، ما بدبختانه کشورهای عربی را در حالت خواب غفلت میبینیم، اینا هم تعدادشان فروخته شده و برده و اونمو غلام آمریکا خود ساخته. امروز هیچ در برابر بی‌عدالتی، در برابر شهادت صدها هزار طفل و خانم و ملتی بیچاره و اردم شهیدی غزه، اینا صدا بلند نمیکنه و دستشان روی دست آمریکا و صهیونیستی جنایتکار مانده. انشالله که خداوند متعال اینا را به سزای اعمالش میرسانه روزی. پس امروز لازم است ملت مسلمان به خاطر بقای خود، به خاطر بقای دین اسلام، به خاطر دوباره به اهتزاز در آوردن پرچم اسلام واقعی، نه آنچه که اسلامی که گروهی واگنر طالبان امروز استفاده میکنه و امروز اسلام نام بد میسازه، همچون اسلام نه، اسلام واقعی که به خاطر دفاع از منافع تمام مسلمان ها و تمام جهان اسلام اونا حرکت کنه. امیدوار هستم که ملت ما دیگه بیدار شوه و دنبال آمریکا و آمریکا روی را اعلا کنه و رها بسازه. انشالله که ملت افغانستان خودش میتونه تصمیم بگیره و خودش میتونه که سرنوشت خود بسازه. با او سیاسیونی هم که تا دیروز رقص و پایکوبی میکردن در دوباره به برگشتن ترامپ به قدرت و تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری، این پیام ما است که امروز دوباره زیادتر برقصیم که دیروز سلی محکمی از طرف ترامپ و تیمش و اونمو آمریکای مکار و جنایتکاری که 360,000 نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به کام مرگ کشاندن و امروز ما را بدبخت ساختن و دوباره هم زیادتر برقصین و پایکوبی کنین، خوشحال باشین که ترامپ شما را دوباره به قدرت میاره. امید به این داشته باشین که شما را ترامپ دوباره به افغانستان حاکم میسازه. به می خواب و خیال باشین. انشالله که در همون کشورهای بیرونی مرده هایتان وطن ندیده، اونمو تو بدبخت روسیا شده، اونمو کشورهای غربی، اونمو کشورهای بیگانه مرده میرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. باز هم از توجه همه شما هموطنان عزیز یک جهان سپاس. عتیق الله مبارز